در روسیه امروز سیستمی را به کار انداختند که محروم کردن مهاجران کاری از پتنت و حق کار در این کشور را آسان میکند. رسانه‌های دولتی روسیه خبر دادند که اگر مهاجری کاری پیش پرداخت حتمی را برای پتنت سری وقت نسپارد، سیستم خود به خود پتنت او را به اعتبار میکند. همکارم طاهری سفر این موضوع را تحقیق کرد و قبل از برنامه از او درباره جزئیات این سیستم پرسیدم. سیستم خودکار یا اتوماتی نظارت پتنت ها در روسیه یکی دیگر از تلاش‌های حکومت برای نظارت حضور مهاجران است که سالهای اخیر مقامات روسیه جان آنها را به لبشان آوردند و کار و زندگی را برایشان بسیار سخت کردند. قرار درباره این سیستم اول ماه آگوست قبول شد و بر اساس آن هر مهاجری که در روسیه با اجازه نامه کار یا پتنت فعالیت میکند باید هر ماه از 1200 تا 1700 روبل پیش پرداخت کند تا پتنتش به اعتبار نشود. قبلا کارمندان دولتی در روسیه تفتیش میکردند که آیا مهاجر پول حتمی پیشکی را پرداخته است یا نه. اگر دیدند که پول نگذشته است و یا مهاجر رسید پرداخت را ندارد، پتنت او را بیکار یا به اعتبار میکردند. حالا دیگر کسی در میان نیست و فقط سیستم های کامپیوتری به هم وصل وزارت کارهای داخلی و وزارت مالیه روسیه میبینند که آیا مهاجر پول حتمی پیشکی را پرداخته است یا نه. اگر پول نبود، همان روز در سیستم مقامات پتنت مثلا یک مهاجر تاجیک با نام صابر یا علی به اعتبار می شود. احوال خود مهاجر هم بدتر خواهد شد، زیرا به پتنت حضور او در روسیه غیر قانونی به حساب می رود و در صورت افتادن به دست کارمند پلیس او را یا جریمه می بندند یا اخراج کرده او برای 5 سال از حق ورود به روسیه محروم می کنند. و سوال دیگر از همکارم این بود که مهاجران تاجیک باید چیکار کنند تا از پتنت و حق کارشان محروم نشوند؟ واقعا سوال مهم است خیرمان و خطر آن هم وجود دارد که یک بار هزاران مهاجر کاری در یک یا 2 روز از پتنت محروم شوند، زیرا هنگام پرداخت پول مهاجران می توانند و یگان خطای خرد هم راه بدهند. وزارت کارهای داخلی روسیه از مهاجران و کارفرمایانشان خواسته است که ضمن پیش پرداخت حق پتنت نام و نسب کارگر، سال تولد و رقم مشخص مالیات سپار یا همان اندازدهنده را درست و دقیق نویسند. نادرست نوشتن یک حرف، نام و یا رقم می تواند مهاجر کاری را در یک لحظه از پتنتش محروم کند، اگرچه او می تواند به مقامات شکایت برد آن را اصلاح کند، ولی سرگردانی و دباداب برای اصلاح را خود مهاجران بهتر از دیگران می دانند. از طرف دیگر خود مهاجران کاری از جمله مهاجران تاجیک عادت دارند که پول حتمی را یک روز پیشتر از سنه در کاری می پردازند که ممکن است آن روز نه و پول روز دیرتر برسد. در این حالت سیستم خودکار هیچ کس را نمی بخشد و پتنت را به اعتبار می کند. برای همین به مهاجران توصیه دادند که پیش پرداخت برای پتنت را نه کمتر از 5 یا 7 روز سپارند و به روز آخر نگذارند. در نوشتن نام و نسب و رقم اندازه‌سپار هم اهمیت بدهند و مطابق به شناسنامه بنویسند. و از همکارم همچنین پرسیدم که هدف مقامات از جاری کردن سیستم نوی پرداخت حق پتنت و قبول قرار درباره به اعتبار کردن آن چی است؟ مقامات روسیه گفتند که هدف از این کار به مجرای قانونی درآوردن مهاجرت کاری و راه ندادن به فعالیت غیر قانونی خارجیان از جمله مهاجران کاری تاجیک در آن کشور است. یعنی از این راه مهاجر پنهان و با ترس و لرز از ماموران پلیس کار نمی کند، حقوقی هم زیر پا و یا خودش از طرف کارفرمای استثمار نمی شود. اما حامیان حقوق به راه انداختن سیستم نو را ادامه تلاش‌های مقامات روسیه برای به تنگ آوردن مهاجران و همین گونه بیرون کردن آنها از کشور می‌دانند. سبب دیگر به گفته حامیان حقوق و سمت دیگر بردن افکار عمومی روسیه از جنگ اوکراین است که مخالفان و ناراضیان آن در کشور روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شوند. دیگر اینکه در 2 سال اخیر در روسیه تمایل مهاجرستیزی بسیار زیاد شده است و مقامات کشور مهاجران کاری را سبب افزایش جنایتکاری می‌نامند و قانون‌های زیادی هم قبول کردند. مثلا هفته پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بسته قانون‌های را امضا کرد که اجازه می‌دهد مهاجر کاری یا هر خارجی دیگر را با یک بهانه ناچیز از قلمرو روسیه بیرون کنند. در کدکس نو معماری روسیه 45 ماده است که دست مقامات انتظامی را برای اخراج مهاجر بازتر می‌کند. قبلا در این کدکس فقط 22 ماده بود که امکان می‌داد مهاجر از قلمرو روسیه اخراج کرده شود. تشکر از همکارم طاهری سفر که درباره تغییر و علاوه‌ها به قانون‌های مربوط به بود و باش مهاجران کاری در روسیه تفصیلات داد.